بچه حالتون چطوری؟ امیدوارم به این ویدیو خوش اومده باشین. آقا امروز میخوام آموزش اینو بدم که چجوری گانی که گلد کردین و تبدیل به دایموند کنین در سریع‌ترین حالت ممکن. همه میدونیم که مپ شیپمنت برای گلد یا دایموند کردن گانامون خیلی خوبه. مپ شیپمنت رو انتخاب میکنیم، ولی مودی که باید انتخاب کنیم هارد پوینت یا مود دیگه نیست. به نظر من مود فری فور آل خیلی میتونه بهتر باشه، چون زمان کمی میبره و شما میتونین سریعتر مچ رو تموم کنین، چون با گرفتن 20 تا کیل مچ تموم میشه. و به نظر من شما گانی که میخواین رو توی لوداتتون بچینین، 10 تا کیل اول رو با گانتون بگیرین، یه نایف هم بغل لوداتتون بذارین که وقت 10 تا کیلو گرفتین بعد بتونین با نایف بقیه رو بزنین تا زودتر تموم کنین مچ رو و کمتر از یک روز بتونین گانی که گلد کردین رو به دایموند تبدیل کنین. امیدوارم این ویدیو به کارتون بیاد. خدا نگهدار.